فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تتمنوا الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. اگر شما آدم خوبی هستید، وقتی انشالله چند سال دیگه جووناتون انشالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حزن رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیئا، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتؤخر تستعتب، اجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل عتبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. مرگ رو آرزو نکنید.